زنان ایران ضعیف‌ترین موجودات روی کره زمینن. آخوندا محبوب‌ترین قشر در جامعه ایرانه. محمد رضا گلزار از شجریان خواننده بهتریه. حجاب اجباری واسه ایران واجبه. مردم ایران توی مرفه ترین حالت ممکن خودشون هستن و به راحتی دارن زندگی خیلی لاکچری و راحتی رو تجربه میکنن. اگه با شنیدن این صحبت‌ها و حرفای من میخواستی مانیتور کامپیوترت رو بشکنی یا گوشیتو بزنی به دیوار یا یه واکنش شدید و منفی به حرفای من نشون بدی، یا برعکس سرت رو تکون دادی و گفتی بالاخره یه نفر پیدا شد که داره حرف حق رو میزنه، قبل از اینکه واکنشی نشون بدی باید یه چیزی رو بهت بگم. تو داخل دام بایپولار کانتنت یا محتوای دو قطبی سازی شده افتادی. بایپولار کانتنت استراتژی یعنی استراتژی ساخت محتوای دو قطبی سازی شده. مردم یا کاملا باهاش مخالفن یا کاملا باهاش موافقن یا بیشترین واکنش ممکن رو بهش نشون میدن و با همدیگه سر اون موضوع و درست یا غلط بودنش جر و بحث میکنن. اما یه چیزی که داخل همشون مشترکه اینه که نمیتونن بی تفاوت از محتوای شما رد بشن. حالا چرا این تکنیک خیلی مهمه و داره جواب میده و هر پیجی که از این محتوا استفاده کرده و از این سبک سناریو نویسی توی محتواش استفاده کرده داره بالا میره؟ چون مردم عاشق تضادن، عاشق اینن که یک شخصی پیدا بشه حرفاشونه یا 100% تایید کنه یا 100% مخالف حرفاشونو با جسارت بتونه بگه. بایپولار کانتنت یا محتوای دو قطبی سازی شده باعث جر و بحث بین مردم میشه. وقتی شما با همچین موضوعی و همچین سناریوی تولید محتوا کنین، مردم توی کامنت ها به جون همدیگه میافتن، جر و بحث میکنن و الگوریتم هر شبکه اجتماعی عاشق این مدل جر و بحث است. چون شما دارین بهش میگین محتوای تولید کردین که تونسته جلب توجه کنه و الگوریتم اینستاگرام و یوتیوب هم دقیقاً از شما همین رو میخواد که بتونید جلب توجه کنید و مردم رو مشغول وقت گذرونی توی اون پلتفرم کنید. و نکته آخر، اگر همه مردم از حرفای تو خوششون بیاد، یعنی تو دقیقاً حرفایی که توی ذهنشون هست رو عیناً بگی بدون هیچ تفاوت، هیچکس علاقه‌ای نداره اون محتوا رو نگاه کنه، چون با خودش میگه من خودم اینا رو میدونستم، خب چرا یه نفر دیگه باید به شکل نصیحتگونه این حرفا رو بیاد جلوی دوربین من بزنه؟ از تو متنفر میشن و تو رو نمیبینن. این یعنی مرگ تدریجی داخل رشد توی هر پلتفرمی. حالا چرا باید یادش بگیریم و چرا هر کسی که داره تولید محتوا انجام میده حتما باید یک دونه سناریو هم که شده داخل پیج یا کانال یوتیوبش از این سبک استفاده کنه؟ جوابش خیلی ساده است. شما با این سبک به راحتی میتونید دیده بشین و مغز مخاطب خودتون رو درگیر کنید. یه سوال دیگه، کجاها میتونیم از این استفاده کنیم؟ توی رشته استوریای اینستاگرامتون حتما این تکنیک جواب میده. مثلا داخل پیج روانشناسی میتونید این سوالو بپرسین که ازدواج سنتی از ازدواج مدرن خیلی بهتره، یا ازدواج توی 16 سالگی میتونه نتیجه بهتری داشته باشه تا دوستی توی 30 سالگی. این باعث میشه که تک مخاطب شما جا بخورن و بخوان واکنش نشون بدن. اما یه نکته خیلی ظریف داره، زمانی که دارین از این تکنیک استفاده میکنین خیلی باید در نظر داشته باشین که سطح برند شما در چه سطحیه و مخاطب شما فقط در حد واکنش دادن با شما درگیر بشه و کل هویت برند شما و اعتماد سازی که انجام دادین نباید زیر سوال بره. چون همونقدر که این سبک محتوایی میتونه جلب توجه کنه و باعث رشد شما توی شبکات مجازی بشه، اگر ناشیانه ازش استفاده کنین میتونه باعث این بشه که برند شما توی یک ویدیو کاملا از بین بره و خودتون رو زیر سوال ببرید. حالا حتما شما هم ویدیوهای شیما کاتوزیان رو داخل اینستاگرام دیدید و بهش واکنششون دادین، استوریش کردین، کامنت گذاشتین، حتی فوش یا تهدیدش کردین. اما تا حالا شده از خودتون بپرسین که چی شد شیما کاتوزیان اینقدر راحت بیاد بالا، اینقدر راحت بتونه جلب توجه کنه و این اینستاگرام فارسی رو یه جوری توی مشت خودش بگیره؟ کاری ندارم که دوره‌های آموزشی و وبیناراش الان چقدر مضحکه، اما اون یک نابغه است توی استفاده از همین تکنیک بایپولار کانتنت استراتژی. واسه همینه که شیما کاتوزیان و کسایی که دارن از سبک اون
کپی برداری میکنن دقیقا تونستن یه حجم زیادی از توجه رو جلب خودشون کنن و به راحتی تونستن رشد کنن. حالا شمایی که تجربه سناریو نویسی ندارین چجوری میتونین از این تکنیک استفاده کنین؟ فرمول خیلی ساده است. موضوعی که میخواین دربارش تولید محتوا انجام بدین رو در نظر بگیرید. از کلماتی داخل اون قلاب یا هوک استفاده بکنید که بتونه مخاطب رو توی سطح خیلی بالا یا با شما موافق کنه یا با شما مخالف کنه. این دقیقاً میشه همون قلاب فکری که اول ویدیو میتونه مغز مخاطب رو درگیر خودش کنه. مثلا اول ویدیوت از پارتی بازی استفاده کنی. میخوای یک سناریو درباره سلسله مراتب و نحوه استخدام شدن داخل ایران بنویسی. به جایی که از قلاب‌های کلیشه‌ای استفاده کنی، میتونی به راحتی بگی پارتی بازی توی ایران واجبه و هر کسی که پارتی داره آدم زحمت کشیه. این باعث میشه که همه به محتوای شما واکنششون بدن. یا اگر پولدار نیستی حق نداری بچه دار بشی. تو بی‌مسئولیتی، تو بی‌عرضه‌ای که نتونستی پولدار بشی. همین قلاب کافیه که هیچ کسی ادامه محتوا رو نبینه و شروع کنن با شما تعامل کردن، شروع کنن با شما کامنت گذاشتن، پستای شما رو استوری کردن و شما رو معرفی کردن به اطرافیانشون. مهمترین نکته این تکنیک اینه که این یک تکنیک کاملا سمیه و خیلی باید احتیاط کنین زمانی که دارین از این تکنیک استفاده میکنین. پس هر وقت که با این سبک داشتی یک سناریو مینوشتی، حتما ایده خودت رو با چند تا از همکارات و اطرافیانت در میون بذار. احتمالاً توی واکنش اولشون بگن این دیگه چه سناریویی، نه اینو نذاری یا این خیلی بده، این فلانه. اما باشون منطقی صحبت کن، ازشون بخوا استدلال واسط بیارن که این ممکنه برند تو رو نابود کنه و اگه نتونستن استدلال منطقی و حرفه‌ای بیارن، مطمئن باش این همون ویدیویی که قراره تو رو پولدار کنه. خب در آخر من یک مثال میزنم، تو هم یک مثال بزن. من بهت میگم که توی ایران زیبایی و خوش فرم بودن بدن یک دختر خیلی اهمیت بیشتری داره تا هوش و نجابت. نظرت چیه؟ با موافقی یا مخالفی؟ اگر موافقی یه دون لایک واسم بفرست. اگر مخالفی نظرتو واسه من کامنت کن ببینم چه استدلالی میتونی واسه من بیاری.